هنر زندگی دیگه نیست که ما هیچ وقت نفتیم، این ترس زندگی است. هنر زندگی دیگه است که بعد از افتادن دوباره استاده شویم. انسانای بزرگ شکستای بزرگ خوردن. هیچ انسان بزرگ تاریخ نیست که شکست نخورده باشه، سختی ندیده باشه، رنج ندیده باشه، فشار ندیده باشه، ولی ناامید نشده، ولی دوباره استاده شده. این اساس زندگی است. موضوع دیگه، امنیت و آرامش. کسی که اعتماد به نفس داره آرام است، از درون آرام است، توکل خود به خدا کرده، امروز خوب زندگی میکنه، برای آینده خود هدف داره، از گذشته یاد گرفته. اما کسی که اعتماد به نفس نداره نارام است. خودت یک دفعه بررسی که تو آدم آرام است یا نارام. اگه تشویشیستی، اگه دلت میخوری، حالا چطور خواهد شد، وحشت زده است، حالا امتحان چطور میشه، حالا در چطور، اگه توریستی تو اعتماد به نفس نداری. و زیاد صنفیاتن که پاچایش خراب بشه به خاطر استراب امتحان است. در خانه درس خوب یاد داره، بعد از امتحان که